میدونین تو شهر چه خبره؟ قرار بر رأی دادن هست به رئیس جمهور. شما رأی نمیدین؟ من که نخیر. همه میخوان رأی بدن. رأی نه. ما هر 4 سال یه بار این فرصت رو داریم که تاثیر بذاریم روی سرنوشتمون. اولین شرط وجودی انسان‌های متمدن رأی دادن. رأی دادن به نظر من یک حق، نه امتیاز، و من این حق رو تا پایان استفاده میکنم ازش. فکر میکنم که باید رأی بدیم. فکر میکنم که وطنمون، مملکتمون خونمونه، روحمونه، نفسمونه، عشقمونه، همه چیزمونه. از زمان دکتر مصدق تا امروز هر وقت مردم کنار کشیدن ما به ذلت افتادیم. آمار نشون میده ماهایی که تو دور دوم قهر کردیم و پای صندوقا نرفتیم، تعدادمون از اونا که به احمدی نژاد رأی دادن بیشتر بود. امسال همه رأی میدیم برای اینکه یه بار این اشتباه رو کردیم و نتیجه‌شو دیدیم. با هر کس که تماس داشتم در این 4 سال گذشته صدمه دیده، یعنی لطمه خورده از این ناکارآمدی مدیریتی که متاسفانه بر ما حاکم شده. آقا نمیخوام رأی بدم. این جمله انقدر لوس و بی‌معنیه که منطقش رو نمیفهمم. مگه میشه خودمون رو از عرصه زندگی کنار بکشیم؟ اونم وقتی که فقط هر 4 سال یک بار این حقو داریم. برای اثبات وجود خودم نیاز دارم که رأی بدم. من رأی میدم به خاطر اینکه تنها راه و بهترین راه هست برای اینکه بگم هستم. من اولین بارمه که اینقدر جدی وارد این مقوله میشم. هر کسی اگه بتونه در سرنوشت خودش و مردمش ذره‌ای و قدمی برداره و این کارو نکنه حتما مقصره. رأی میدم چون دلم برای ادب و آداب ایرانی، فهم و فرهنگ ایرانی، امید و نشاط ایرانی و سربلندی ایران و ایرانی خیلی تنگ شده. در انتخابات شرکت کنیم و رأی بدیم. حتما میام رأی میدم. من رأی میدم برای اینکه فکر میکنم یه وظیفه ملیه. برای یه سریا میخوان رأی بدن، یه سریا نمیخوان بدن. من خودم مثلا جز اون دسته ام که من فکر می‌کنم که واقعا ضروریه که الان که ما توی یه همچین موقعیتی قرار گرفتیم که می‌بینیم که اینجور همه دارن هی لطمه می‌بینن و صدمه می‌خورن و نمیدونم دیوانه میشن و الان چند تا از دوستان من هستن که واقعا به مرز خودکشی رسیدن به خاطر اینکه همین بانک‌ها گفتن که آقا بهتون میدیم، بعد ندادن، این بانک نداده، اون یکی نداده، این یکی گذاشته اونجا، اون ورشه گذاشته اونجا، اون مدیر عوض شد. این بیچاره بعد واقعا رو هوا با یه عالمه بدهی در مرز خودکشیه. کشور ما یکم احتیاج به برنامه‌های اقتصادی مرتب منظم‌تر داره. یکم ما باید سعی کنیم که یه کاری کنیم که تو کشورمون دیگه فقیر نباشه، تو کشورمون آدم نیازمند نباشه. به خاطر تعرض آشکاریه که در 4 سال گذشته به اعتقادات و منش حرفه‌ای ما وارد شد. هیچگاه اندازه هنرمند رو و اندازه اهل فرهنگ رو انقدر کوچیک و حقیر ندیدم. نمیدونم چی؟ سبز تویی که سبز میخواهمت. سبز؟ من با این دستبند سبز اینجوری بایستادم که دیده بشه. بگو. اینجوری بایستادم که دیده بشه. بله. من با اجازهتون اون فیلمنامه ای رو که جلد سبز رنگ داره انتخاب میکنم. فعلا که همه چی قرار سبز باشه. نه، به خاطر اینکه برنامه بهتریه، منسجمتره، شفافتره، واقع بینانه تره. از اون مهمتر یه مهندس توانمند پشتشه. اگر بهار باشه و به شما بگن به یه رنگ رأی بدید، به چه رنگی رأی میدید؟ فکر میکنم همه ما در بهار به رنگ سبز رأی بدیم، رنگی که طبیعت، هستی بهش رأی داده. فکر میکنم الان دیگه وقت رأی دادنه. به کی؟ به کی؟ به کسانی که لااقل تو زندگیشون یک شب به خاطر این فرهنگ این مملکت دیرتر خوابیده باشن و یک روز 1 ساعت زودتر بیدار شده باشن به خاطر این فرهنگ. روزی روزگار ایران رئیس جمهوری دارد که دستهایش را به سبزی زایش گره زده و نقاشی می‌کشد، موسیقی گوش می‌کند و کتاب‌های خوب می‌خواند. نامش میرحسین موسوی است و رئیس جمهور ایران است. چه باشد
چه نباشه. به میرحسین موسوی سید سبز انتخابات رأی میدم. به میرحسین موسوی رأی میدم. به میرحسین موسوی رأی میدم. با آقای موسوی رأی میدم. بهترین انتخاب در حال حاضر میرحسین موسوی. به میرحسین موسوی رأی میدم. آقای موسوی مناسب ترین کسی هستن که فکر میکنم برای نجات آیندم. برای خودمون بیاید به میرحسین موسوی رأی. من به آقای میرحسین موسوی رأی میدم. و به آقای موسوی رأی میدم. میرحسین موسوی. آقای میرحسین موسوی. حتما به مهندس موسوی رأی. مهندس موسوی. به آقای میرحسین موسوی. به میرحسین موسوی رأی میدم. من شخصا به میرحسین موسوی رأی میدم. من با آقای میرحسین موسوی رأی میدم. به آقای مهندس موسوی رأی میدم. به مهندس موسوی رأی میدم. به میرحسین موسوی رأی میدم. میرحسین موسوی از این نظر مهمه توی این کاندیداتوری ما که ایشون اهل عمله، یعنی میدونه که چجوری یک ایده‌ای رو اجرا بکنه و به مرحله ساخت برسونه. ما در دوره موسوی 8 سال جنگ داشتیم. قیمت نفت انقدر نبود. جامعه هم درگیر جنگ داخلی بود، هم درگیر جنگ با عراق بود. ما تحریم هم بودیم. ولی همه مردم، همه هم نسل‌های من یادشونه هیچ کس نبود بگه سر سفره من نون نیست، برنج نیست، روغن نیست، چای نیست. یک هنرمند معنی مسئولیت رو به زیبایی میفهمه و وقتی به زیبایی فهمید قطعاً با مسئولیت همراهه. خب به نظر من ما 3 تا گزینه بیشتر نداریم. یکی اینکه به دولت فعلی رأی بدیم، خنده داره. یکی اینکه رأی ندیم که مثل این میمونه که به دولت فعلی رأی دادیم، یعنی حتما از شرایطمون راضی بودیم که رأی ندادیم. و گزینه آخر اینه که رأی بدیم. خب به نظر من بهترین کس برای اینکه بهش رأی بدیم میرحسین موسویه. به میرحسین موسوی رأی میدم به این دلیل که از دروغ شنیدن خسته شدم. به خاطر که آدم شریف، نجیب و با اخلاقی است و امانتی رو که بهش سپرده میشه انشالله به خوبی حفظ خواهد کرد. مهندس از نشستن روی این صندلی به هیجان نمیاد، چنانکه تو 4 سال بعد از خودش و از معجزه‌ای که اون روی این صندلی نشون حرف بزنه. دیدم که یک آرامش و یک منطقی دارن که الان مملکت ما احتیاج به اون داره. به خاطر اینکه اعتقاد دارم روشنفکر، هنرمنده و هنردوسته. من اعتقاد دارم که بهترین انتخابه برای اینکه آبروی بین‌المللی ما رو حفظ کنه. یکم احتیاج داره که یک آدم غیر متشنج رئیس جمهورش باشه. آنچه امروز مملکت ما بهش احتیاج داره یک رئیس جمهور با وجاهت و خواستگاه فرهنگی است، نه نظامی. برای برابری جنسیتی حاکم در کشور. به عنوان یه زن ایرانی ذوق میکنم وقتی دست رئیس جمهور آینده‌مو تو دست همسرش میبینم و اینکه یه زن در عرصه اجتماعی کنار همسرش گام به گام داره قدم برمی‌داره. زمام مملکت رو به دست کسی بسپارند که اندازه فرهنگ ما رو و شأن فرهنگ ما رو بدونه. همین. من برای رأی دادنم یک تعریف دارم: آزادی در حوزه اندیشه، منطق در حوزه گفتار، قانون در حوزه عمل. ایران لایق روزهای سرافرازی است و این سرافراشتن رو مردم تعریف میکنن، نه اینکه به اونا دیکته بشه سرچیست افراد چیست. آقای میرحسین موسوی از این نظر مهمه که میتونه این به اصطلاح امنیت شغلی، حرفه‌ای، اقتصادی رو برای ما ایجاد بکنه. از این نظری که من میگم خیلی ضروری که رأی بدیم. یک، دومی که به ایشون رأی بدیم. برای اینکه من بگم چرا آقای میرحسین موسوی وقت بسیار میخواد و این یک اطمینان دو طرفه است میان من و شما که مخاطب هستید که من میگم میرحسین موسوی. به مادرم زنگ میزنم میپرسم مادر به کی رأی میدی؟ میگه مادر جون تو که نبودی دیوارا نم کشید، سقف خونه ترک برداشت، رفتم سر کوچه‌مون بنایی بود، یکی داشت یه خونه ای رو با کلنگ خراب میکرد، گفتم آقا خدا خیرت بده، بیا این خونه رو تا سقفش نیومده رو سرمون درستش کن. گفت خانم جون من یه عملا کارم خراب کردنه، اگه میخوای خونه تو خراب کنی باز بده دستم، اما اگه میخوای درستش کنی روی مهندس بگی.